لبه پیتزا بهترین رینگی که میتونیم بدیم. سس سزار میزنیم. خمیر که استراحت کنه تو دمای محیط این لبه رینگ و زیبا و قهوه‌ای و پخته شده رو بهتون میده. لبه پیتزا رو می‌بینید رینگ تمیزی بهمون داده و اینم صدای پیتزا. این پیتزا که تو تله پیتزا میتونید میل کنید با بهترین متریال برند روز و بهترین خمیر. مزاحم بچه‌ها نشیم ما بریم. لبه پیتزای امریکاییمون رو به این صورت بعد از اینکه خمیر استراحت کرد و پخت کرد لبه‌ش رو میدیم. این لبه یه دست رو خشک سعی می‌کنیم در بیاریم. اینجا هم بستگی نمی‌کنیم به این صورت. تمام کافی. سس پایه پیتزا یا هم سس مارینارا می‌زنیم کفش. دامان میکس داریم اینجا. دامان مرغ 90% و بیف اسموکی آرمل. 200 گرم. جیبمون آر کن. قشنگ دامان رو پخش میکنیم همه جا. سعی می‌کنیم لبای پیتزامون چیزی نریزیم. خب حالا قارچ داریم. 70 گرم قارچ می‌ریزیم برای پیتزای 30 سانتیمون. و حالا میریم برای پنیر. پنیر رو خورد می‌کنیم قشنگ که تمام جای پیتزا رو پوشش بده. بهترین برند بازار مورد استفاده می‌کنیم. برند کالین پنیرش. پنیر که هم عطر و طعم خوبی داره، هم کش خوبی داره. قیمتش هم به نسبت از متحر ارزان‌تر و مناسب‌تر. خب موقع پنیر ریختن دستمون رو لبه رینگ پیتزا می‌گیریم. این رینگش پنیر نریزیم و یه رینگ خیلی خوشگل و زیبا بهمون بده. و 50 گرم پنیر. به این صورت 1 گرم 2 گرم اضافه شدم ایرادی نداره. حالا اگه پنیر ریخته بود لبه پیتزامون که به این صورت تمیزش می‌کنیم. میایم این ور فلفل جلمه‌ای اسلایس شده یا پاپریکا. پخش می‌ریزیم و می‌ریزیم توی فلفل. با دمای 255 درجه و فوق 5 دقیقه و 25 ثانیه. پیتزای استیک پستو